به جهان آموزش خوش آمدید. این هفته به فنلاند آمدید. این کشور اسکاندیناوی که به داشتن بهترین مدل‌های آموزش پرورش شهرت دارد. هیئت‌های مختلف از همه جای دنیا دائما به این کشور می‌آیند تا به راز موفقیت آنها پی ببرند و این دقیقاً همین کاری است که ما این هفته قصد داریم انجام دهیم. روز اول میریم به هلسینکی در یک مدرسه تا ببینیم چه دیدگاهی بر سیستم فنلاندی حاکم است. فنلاند کوتاه‌ترین ساعت آموزش در مدرسه و بهترین نتیجه آموزشی را در بین کشورهای اروپایی دارد. بچه‌ها از سال اول تا سال ششم ابتدایی با یک معلم و یک کلاس می‌مانند و مدرسه تقریباً حالتی مثل ادامه خانه را برای بچه‌ها دارد. من الان 4 ساله که همین کلاس رو درس میدم. خیلی خوبه. خیلی جالبه که میبینید بچه‌ها بزرگ میشن و یاد میگیرن. به نظر من این بهترین روش تدریسه. تقریبا انگار مادر دوم بچه‌ها هستی. شرایط معلم شدن در فنلاند بسیار سخت است. معلم‌ها باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند. ویژگی منحصر به فرد دیگر سیستم آموزش فنلاند این است که معلم‌ها در روش‌های تدریس کاملا خودمختارند. به عنوان مثال در مواد یا روش‌های آموزش و تدریسشان هر طور که مایل باشند عمل می‌کنند. معلم‌ها آزادی عمل کامل دارند. بچه‌ها با بازی و آزمایش کردن به شکل گروهی یاد می‌گیرند، مثل کلاس علوم. مهم اینه که بچه‌ها محیط طبیعی اطرافشون رو بشناسن، گونه‌های مختلف رو یاد بگیرن. این به اونا کمک میکنه که به محیط زیستشون احترام بذارن. در فنلاند زمان بازی بخش بسیار مهم فرایند یادگیری است. ساعت تفریح زیاد است و حتی در زمستان بچه‌ها را تشویق می‌کنند که بیرون از کلاس در فضای آزاد بازی کنند. به بچه‌ها اعتماد می‌کنند و حتی در ناهارخوری بچه‌ها اجازه دارند خودشان غذا بگیرند. توی غذاخوری خدمه‌ای وجود ندارد. تأکید بیشتر روی موسیقی، ورزش و هنر است. فکر نکنید این یک مدرسه استثنایی در فنلاند است. درست برعکس، همه مدرسه‌ها در فنلاند دقیقاً همینطور هستند و نتایج درخشان این مدرسه‌ها مشابه همه مدرسه‌های دیگر.